العظيم الصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى في الكلام آخر في شأن حبيبه وفي المدح الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد دوستان و سروران گرامی خصوصا جماعت المسلمین خداوند بنام را شاکر سپاسگزاریم که در توی سنتی برادرمون شرکت داریم. یک چند نصیحتی که باید شرح بکنیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند الدین و النصیحه، دین سراسر پند نصیحته. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظیم. الله سبحانه و تعالی در این قرآن عظیم شان در این سوره العصر میفرماید که قسم بر عصر. علما گفتن عصر به معنای بلاد روزگار، قسم به نماز عصر که این الانسان لفی خسر، تمام انسان ها در زیان بودند الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر کسانی که ایمان آوردن عمل صالح کردند و یکدیگر را نصیحت کردند با صبر. چند نصیحتی که الحمدلله که الله سبحانه و تعالی فرمودند که بهترین شما کسانی هستید که مردم از شما نفع بگیرند، مردم از شما نصیحت کنند که چنانچه همین تفسیری و اصل مختصر کردیم. دیگه انسان ها در زیان بودن کسانی که ایمان آوردن یکدیگر را نصیحت کرد. الحمدلله امروز دادر ما داماد شده سه الحمدلله از نکاش میکنیم، باید یک چند مسئولیت برگردن بگیری. نامو چیه؟ سهیلی. ایامی روسته دیگه در خانه بخت قدم میمونی مردک میشه، یک عروس اینجا میبری تو باید چند چیز داشت، باید در گوشات رو ویزام کنی، هم قدی عمل کنی. یکم خوش اخلاق خوش رفتار باشی، خوش گفتار باشی. میگه خیرکم لنساء، بهترین شما کسانی هستید که با زناتان اخلاق خوب داشته باشی، رفتار خوب داشته باشی. خیارکم لاهلی، یعنی شما اخلاقتون رو خوب کنین با اهل و عائلتون. بهترین شما کسانی هستید که با اهل و بیتون اخلاق خوب داشته باشی. سهیلی جان اگه دختره که میبری باید همین خیلی باشی که در روش نزنی، چرا که در روش نوری الله هست، ممکن نیست در روش زدن. اگر رو میزنی یک روش یکش میکفه، یک قش میدره، یا لبش میکفه، بینیش میشکنه، یا مهیم میشود، هم خدا ناراحت میشود، هم در آخر وقتی که همین زنکو دریاشی بچه ها میزنن، مرد دخترها را به مش میزنن، به شته میزنن، گریجا دیس میشود، با مش در سرش میزنن، آب میشود در پیری، بچه هاش کلان میشه و توی میشه، یا زنک در بانیسه میگلده میگه انالیز میکنن دریوشیش همین شوشورا با مش زدگیه. با چی میشود؟ داودای خیدل میکنی. وقتی عینی پیریت عینی چی تد تو بعد زنک چیکو کردگی محیب کردگی. میگه مردی نبود فیتوده را پای زدن، گر مردی دست فیتوده ای بینی. تو باید مرد باشی دست فیتوده، مردک زنک ضعیفه نباید او را بزنی. وقتی میزنیش نوری الله در روش خدا ناراحت میشه. با مثال دنیایی بگم همین چاینی که اگر تو بسازی بعد ایلای بکنی همون را گلکاری کنی بعد اون رنگ سوینیر در بالش فنر بونی یک کس اون را بشکنه چقدر تو ناراحت میشه، میگه این چیزی ما شکستی ها. انمی خداوند لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خداوند انسان رو خلق شروع آفریده. تو میزنی لبی رو میکفونی، تو میزنی بینیش میکفونی، میزنی دختر سرگین میکنی. اگر خداوند میگه چی بد چیزی ساختگی مرا شکستی، بعد یا بلودا میزنی یک آفت دا میزنی، فهمیدی؟ نباید او را بزنی، او را مهربانی میکنی. چرا خداوند دختر از بالای سر نکرد، از نوکی پا نکرد؟ بالای سر نمیکرد اگر دختر بالای سر میبرامد، اگر نوکی پا میکرد تای پا میشید. او را از قورغه چپ حضرت آدم علیه السلام کرده، باید او را مهربانی کنی. بودا چیکری چاخش بگیری و گریه میکنه زیق میشه و قدی باید احترام شد داشته باش. دیگه عقارت چی نمیکنی؟ عقارت کردن این نشانه فاسقه است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که زمانی میشه بچه‌ها مادر خودشون عقارت میکنن، اپا و خواهر خودشون عقارت میکنن، پدرش عقارت میکنن. صحابه گفتن یا رسول الله او چه خیلی فرزنده که پدر و مادرش عقارت میکنن؟
گفت پدر و مادر یک کس حقارت میکنی اما حقارت برمیگرده چی ده؟ خودت ده. فهمیدی؟ زن حقارت کنی اوچش ده اوچه میشه، اوتش ده اوته میشه، اپا و خواهرش ده اپا و خواهر میشه. نباید حقارت کنی. این نصیحت های مرا گوش کن. فهمیدی؟ اگر بخوای برکت شوه، بخوای زندگی دفع شوه، حقارت نکن بچم. همین گپی گندت به بیادب، به شعور، به عقل بود. سیم هرچی بیرون دا خوردی بخور ادام بیار. بیرون دا مثال شاشلی خوردی، بیرون دا مثال یگان چیزی با مزه قدی رفیقات خوردی، باید بدونی که هم خانه دم هسته برای بیر. لباسی به خوب پوشیدی باید اورام پوشونی. دیگه اگر فوی دوستت بداره شجاع و دلیر و با غیرت و دلکشات شد. این همی چه خیلی خانواده‌اش الحمدلله ترا زیافت کردن، پدر مادر هر روز خانه اومد، تمام خیلی دسترخوان که او دختر هم دوست می‌داره، پدر و مادرش هم میبره. هر وقتی خسر دایدار برو ما شتومنت پولی تاکسی را پولی ماشین بوده، داده سونیک بنزین پولی بوده بگیره دو پاگوجونی ها دو بوده، او هم پدرته. چهار پیرو چهار تکبیر میگفتن، اوزی نمیگن ایرا. پدر و مادر خسر شتومن دو یوان شرطه، باید بگیرین دو یوان. امروز چی باید آدم ها در مکلفت میزنن، در بلا میزنن، دوی خسر شتومن نمیگیرن. خسر شتومن را احترام شد بداره. هر وقتی اومد بلوگزارش که احترامش کن. بعد خودت بیو ببرش، بعد است یکات، بعد است یوتات و چت روش نکه، خودت بعد است بیو ببر و دختر قدر میکنه. بعد هر چی گفته چشم بگو در خانه بدروش، در تای جوگا قدش مسئولیت که قطعی هم مشورت در جوگا کنی. در پیش یکا و دو در اوتا و چت اقارت نکه، نزنش. تو را در پیش اوتا و چت اقارت کردی زدی، احترام پدر مادر تا ندونستی، او هم پگه مادر پدر تا احترام نمیکنی. در پیش پدر دیگون گپش نگو، در پیش مادر نگو. بدرو خونه ده با قهرمانی نشون بده. درون پیش یودا خطا گیروی نگی، خطا نشون نتی. فهمیدی؟ بعد قدری پدر مادرت پس قدری اکد. بدرو خونه ده بگو جا اکم بدی چی نگفتم، او چم بدی چی نگفتم، او تام بدی چی نگفتم. با میگه او بکی یو قدر داشتیان، او هم بعد نبودن اتدا چیکار میکنه؟ احترامش میکنه. بعد چیزی میگه دلکشودی که بگه این خیلی بخر دو تا بخرش. بگه این خیلی 10 سمته 20 سمش بده. تو زنک دیگر درگی جایی باشی مثل کبوتر هم خیلی کردیم یک چوکت. فهمیده سی؟ هیچ وقت خیلی سختی را نگیرین. خدا رسول خدا میگه یا ابن آدم انفق علیک، ای فرزند آدم تو انفاق خیر که ما جاش پر میگیریم، ما جای دیگر میتونیم. بهترین صدقه به زن و فرزند کردن. فهمیدین؟ دیگه هر وقتی که زیق میشه و چی میشه بگی خونهش با شهرش اینه قریبه، الحمدلله در درون شهری شهر برش مروج نکلی برش جای چیز برش زیق نشه. همین خیلی رومش که بگه واقعا یک شویی کردم که بعد دیگه او زنک ترا خیانت نمیکنه، دیگه ترا نافرمانی نمیکنه. انک چند نصیحتی که دخترها را میگیم. دخترها هم باید که همین قدر قیمتی هم شوهر را بدونن. کلین که کدن رفتن، کلین چیدن رفتن، این منطقه با اون منطقه، این خانه با اون خانه رفتن، باید در همون خانه الگو باشن. مردم هم که تماشابین بیا بگه که سهیل یک زنی آورده الحمدلله، خوش اخلاق، خوش رفتار، خوش گفتار، خوش چهره، خوشگل، اینقدر دختری با حیا و با شرم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن الحیا شعبة من الایمان. دختر اگر حیا داشته باشه یک نشانه همین ایمان حیا بدنه. الاسلام نظیف و یحب النظافه. اسلام نظافت پاکیه و پاکی را دوست می‌داره. دختر آلوفته باشه، دختر خوشگل باشه، بخیزه خانه و درش برو و بشکه توزه کنه تا شوهرش خوب خسته نخچه آرایش کنه، شروع کنه لباسای تازه بشه، آی تورات خسر خشتوانه بوده، او با ایمان دختره، او را برکت میده. این الله جمیل و یحب الجمال. خداوند زیبایی را دوست می‌داره. هر دختر چه برای شوهرش شروع کنه، برای دیگه کس نه. برای شوهرش لباسای زیبا پوشه، برای شوهرش دوخیای شروع کنه، فقط برای شوهر دیگه مرد نه. او را اون زن مرد خدا هم دوست می‌داره، مرد هم دوست می‌داره. باید احترام شده داشته باشه. احترام شوهر برای زنک فرض